ناسا اعلام کرده که زمین در حال تجربه یک فاجعه فضاییه. طبق گزارشات ماه جدیدی قراره به زمین اضافه بشه و به مدت 2 ماه توی مدار قرار بگیره. فاجعه‌ای که میتونه آبهای زمین رو خشک، خورشید رو یخ و انسانها رو 4 متر قد بلندتر بکنه. نه اصلا قراره اینجوری بشه. یه اتفاق جالبی که قراره بیفته اینه که یکی از اجرام آسمانی ممکنه تا 2 ماه مهمون زمین باشه و به عنوان ماه دوم زمین شناخته بشه. حالا چرا اینو بهتون گفتم؟ به خاطر اینکه یه بازی جدید پیدا کردم به اسم اسپیس پاکت که معنی لغویش اینه که کهکشان رو بذار جیبت، فضا رو بذار تو جیبت و به شما این قابلیت رو میده که بتونید طبق تئوریای خودتون، طبق علاقه خودتون یا اصلا از سر بازی کردن بیایید توی فضا یه خورشید و یه زمین و یه سیاره خاکی داشته باشید و بتونید احتمالات رو در نظر بگیرید. زاویه چرخششون رو بیشتر بکنید، بزنیدشون به هم تا متلاشی بشن، با استفاده از ابزاری که داره یه کاری کنید یخ بزنه و کلا چیز جالبیه و شما تو نقش کنترل کننده کهکشان توی این بازی قرار دارید. این بازی جذاب که خیلی هم حجم نداره برای تمام پلتفرم‌ها وجود داره، فری هم هستش. البته بهتون 3 تا کره میده که میتونید ازش استفاده کنید و اتفاقات و احتمالات رو داخلش ببینید. اگر کره بیشتری نیاز داشته باشید اون بخشش دیگه پیمنت داخل خود نرم افزاره که بتونید از بقیه قابلیتاش رو استفاده کنید. اما در همین حدی که این شبیه سازو در اختیارمون قرار میده خیلی چیز جالبیه و همین مسئله 2 تا ماه رو هم من تست کردم و چیز جالبی بود و میتونم با استفاده از این شبیه ساز بهتون بگم قرنی اتفاق خاصی بیفته، قرنی که زمین یخ بزنه یا خورشید خاموش بشه. و در کل این بازی به درد کسایی میخوره که به مسائل ستاره شناسی و فضا خیلی علاقه دارن و میتونن احتمالاتی که توی ذهنشون هست و داخل این بازی پیاده سازی بکنن تا اتفاقات رو بتونن عقب پیش بینی بکنن. بازی اسپیس پاکت اصلا نیازی به دیتا نداره و شما به راحتی از داخل اپ استور و یا گوگل پلیتون میتونید دانلودش بکنید روی گوشیتون و ازش استفاده بکنید. خیلی چیز خفنیه، حتما تجربهش بکنید. اگر تجربهش کردید توی کامنت برام بنویسید که نظرتون چیه. اگر هم میخواین دانلودش بکنید لینکش رو توی کانال تلگراممون براتون میذارم، از اونجا میتونید به راحتی برید داخل استورهای گوشیتون دانلودش بکنید. خیلی ممنون که توی یه ویدیو دیگه هم همراه من بودید. شبکه‌های اجتماعیمون و سایتمون رو براتون گذاشتم. محصولات جدید رو روی سایت حتما چک بکنید. شبکه‌های اجتماعی ما رو فالو داشته باشید تا مطالب خوب و ترفنده خفن بهتون یاد بدم. با معرفی کردن فونر به دوستاتون ازمون حمایت بکنید. من دانیالم، اینجا استودیو فونر. دمتون گرم. اگه یه دونه خورشید بذارم چی میشه؟ بذار یه دونه ماه بهش اضافه کنم. وای بذار سمتش کلی سنگ پرت کنم چی میشه؟ این سیاره خوشم نمیاد. بذار آتیشش بزنم. آتیش رو شکوس خورشید. همه چی داره میچرخه. عجب بازیه. پاکت گالاکسی کهکشان رو بذار جیبت.